سفر دانته بین پنجشنبه مقدس و جمعه نیک آغاز می شود و در طول یک هفته اتفاق می افتد. شاعر خود را گم شده در یک جنگل تاریک یابد. صدای گناهان را پر کرده است. دیدن خورشید و فراز یک تبع او را آرام می کند، اما مسیر و دسترسی حیوان کور به تاریکی جنگل باز می گرداند. مسدود می شود که این حیوان شامل شیر که نشان دهنده غرور و اه، ابرز، بعدش هم پلنگ نماد غبطه است و گرگ نماد حرص است. ناگهان سایه خاموش و برژل، شاعر مشهور روم، ظاهر می شود و از او دعوت می کند تا سفر طولانی و دشوار از طریق 3 قلم رو آخرت را آغاز کند. روح دانته از تردید پر شده است، اما برژل و او آشکار می کند که نجات او برای 3 زن عزیز است، که این 3 زن عزیز مریم مقدس، سنت لوچیا و پتریچیاس. این پتریچیاس که برای کمک و معشوق سابقش ورچه را فراخوانده است. این باعث می شود که دانته نیرو و ایمان بیشتر پیدا کند تا بتواند بر ترس خود غلبه کند و به سفر خود آغاز کند. دو شاعر به دروازه جهنم نزدیک میشوند که برای آن کلمات محکومیت ابدی نوشته شده است. پس از عبور از دروازه و ورود به تاریکی متراکم آنها ناله های ارواح بی تفاوت را میشنوند که توسط حشرات و کرم ها عذاب میشوند. اینا کسان هستند که نی به سمت خدا بودن و نی هم برخلاف، و اینا به گرفتن بودن، انتخاب نکردن سمت یا طرف در مرحله از دوزخ هستن که نی شامل دوزخ هست نی هم خارج دوزخ هست، که به این مرحله بنام انتی فرنو یاد میگن که این شامل فرشته ها هم میشد، فرشته هایی که سمت را انتخاب نکردن. بیشتر از این جمعیت های را این دو شاعر میبیند که از ارواح را میدید که منتظرند تا به آن سوی رودخانه اکرون برده شد. این وظیفه به شارون غرق نهر ملی سپرده شد. زمین میلرزد و یک نور خیره کننده باعث میشد که شاعر بیهوش شود. وقت دانته به هوش میآید خود را در آن سوی رودخانه میبیند. دو شاعر به اولین دایره لمبو میروند، جایی که دانته در میان شاعران باستانی خوش آمد میشود. آنها با هم قصر را کشف میکنند که کسانی را که زندگی با فضیلت بزرگی برتری داشتند در آن اقامت دارد. سفر به دایره دوم یا شهوت ادامه می‌یابد، جایی که مینو در آستانه ایستاده شده و گناهکاران را اعتراف میکنند و مجازاتهای ابدی آنها را تعیین میکنند. ارواح شهوانی به طور بیوقفه توسط یک طوفان باد شدید به این سو و آن سو پرتاب میشود. شنیدن داستان عشق غمانگیز فرانچسکا و پائولا بار دیگر باعث میشود دانته بیهوش شود. بار دوم که دانته به هوش میآید خود را در دایره سوم مییابد، در میان سایه ارواح که در کل روی خوابیدن و توسط سربریوس، سگ افسانهای سر پاره پاره میشوند. پس از غلبه بر مقاومت نگهبان پلوتو، دانته و ورچل به دایره 4 میرسند، جایی که با 2 گروه گناهکاران روبرو میشوند: آزمندان و اسرافکاران که سنگ عظیم را با سختی علیه دیگر میخطاندند. این دو شاعر سپس به ساحل رودخانه ستکس میرسند، یک باتلاق تاریکی که ارواح خشمگین و تنبل در آن فرو رفتند. از آنجا توسط قایقران اهریمنی فلیجاس به دروازه های شهر دست برده میشوند، و این شخصیت هم فیلیپو آرژانتینی نام داشت. اما با رسیدن در اینجا گروهی از شیاطین راه آنها را مسدود می کند، اما با رسیدن یک فرستاده آسمانی اجازه عبور به سطوح پایینتر جهنم را پیدا می کند. در دایره ششم، دایره بدعتگذاران، دانته با فرینادا دیگلی اوبرتی و کالکانتی روبرو می شود. در نزدیکی قبر پاپ انستاسیوس هم می رسند. ورژل در این قسمت ساختار جهنم را برای دانته توضیح می دهد. با ورود به دایره هفتم، پس از مراقبه با این دو واقعاندرزها، دو شاعر توسط نسوس در دو ساحل فلجتان، رودخانه از خون جوشان که خشونتکاران در آن فرو رفتند، همراهی می شود. آنها از جنگل خودکشی ها عبور می کنند و در نهایت به شنهای سوزان، محل سکونت کسانی که علیه خدا خشونت ورزیدند، می رسند.
در لبه دایره هفتم یک پرتگاه باز می شد و زمخان هیولای جریان ظاهر می شد. دو شاعر سوار بر جریان و دایره هشتم مال بلجه منتقل می شد. مال بلجه در خندق مرکز تشکیل شده است که توسط پلها به دیگر متصل است. دو ظاهر به سرعت از دو خندق اول عبور می کنند، جایی که اخواکران و چاپلوسان ساکن هستند. سپس به خندق سوم میرسند، جایی که ستمگاران در گودالهای وروناویز هستند. در خندق چهارم با پیشگویان روبرو میشن، چهرهشان به سمت عقب پیچیده شده و مجبورن به نگاهی که از پسشان دور شده است قدم برسند. در خندق پنجم دانته و ورچل و شیاطین معروف و مالبراچه روبرو میشد که تلاش میکنند مسافران رو فریب دهند. پس از مشاهده نزاعی میان شیاطین، دانته و ورچل موفق به فرار میشند و به خندق ششم می روند. در اینجا ریاکاران بارمی قدم میزنند و از ردای سنگین از سرب پوشیده شدند که بیرونش از طلا و از داخلش از سرب خیلی سنگین هستند و همیشه در حال گریه و ندامت هستند. خندق هفتم این شامل ارواح دزدان است به طور مداوم با مارها تبدیل شده و مورد حمله قرار میگیرند. در اینجا دانته با ونی فوچی ملاقات میکند که خشم خود را با ژست توهین‌آمیز و کفرآمیز بروز میدهد. خندق هشتم با شعله‌هایی می‌درخشد که مشاوران فریبکار را در بر گرفته‌اند. اینجا داستان‌های اولیسس، دایومدس، همچنین گویدا، مونتفلته آشکار می‌شد. پس از بازدید از خندق کلاهبرداران، دانته و ورژل به سمت یک چای وسیع حرکت میکنند که از آن غول‌های عظیم برخواسته است که یکی از آنها آنتینووس، یوفلایتس و نمراد است که آنتینووس با دانته و ورژل را به دایره نوم جهنم که پایین‌ترین نقطه است میبرد. در اینجا انواع مختلف از خاینین در سطح مختلف درون دریاچه کوکویاتس زندگی میکنن. در مرکز این پرتگاه جهنمی شکل هیولای لوسیفر قرار دارد. سه دهان او به طور دائمی سه بزرگترین خاینان تاریخ را میبلد که بروتوس، کاسیوس و یهودا، که بروتوس در دهان بیشرو و بروتوس و کاسیوس کسانی که خیانت کردن به شولیوس سزار و دو دهن دیگه ای لوسیفر می باشه و لوسیفر شامل 6 بال می باشه و دانته و ورژل با استفاده از بدن لوسیفر به عنوان مسیر دو شاید به مرکز زمین می رسند و به سطح روی دیگر نیمکره سقوط می کنند، چون که وقتی که اه، لوسیفر اه، از جنت کشیده شد مستقیم میاد به زمین و باعث میشه که یک چاله را در روی زمین ایجاد کنه که به یک سمت چاله پرگاریتو، کوه پرگاریتو و جنت است و قسمت دیگهش که مرکز زمین است که ای لوسیفر قرار داره. با تشکر و ممنون از شما. چاو.